تهران در کانون فاجعه. درود بر شما و به کانال ما خوش آمدید. امروز از یک بحران خاموش صحبت می‌کنیم که سالانه جان هزاران هموطن ما را می‌گیرد. بحرانی که نفس ایران را بریده است. آلودگی هوا و مدیریت فاجعه بار پسماند. مسئله محیط زیست در ایران دیگر یک نگرانی جانبی نیست، بلکه یک تهدید حیاتی است. در 8 آوریل شرکت سوئیسی فناوری کیفیت هوا IQAir تهران را به عنوان آلوده ترین شهر جهان معرفی کرد. شاخص کیفیت هوا به رقم 236 رسید و در رده بسیار ناسالم قرار گرفت. فقط کمی مانده به سطح خطرناک. در چنین روزهایی آسمان تهران پشت یک مه مسموم پنهان می شود. آنقدر غلیظ که برج میلاد در فاصله نزدیک به سختی دیده می شود و بوی تعفن بسیاری را به سردرد و حالت تهوع می اندازد. و این روزها کم نیستند. آمار مرگ و میر و ابعاد فاجعه این آلودگی شوخی نیست. این یک باطل خاموش است. وزارت کشور ایران آمار سالانه مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را حدود 5000 نفر اعلام کرده است. 5000 نفر. و اینجاست که عمق فاجعه مشخص می شود. این وزارتخانه آلودگی هوا را یک خطر طولانی مدت و بزرگتر از ویروس کرونا نامیده است. این یک اعتراف تکان دهنده در کشوری است که یکی از سخت‌ترین دوران‌های کرونا را پشت سر گذاشت. سال‌هاست که زندگی در مناطق شهری ایران بدون ماسک غیر قابل تحمل است. این وضعیت سالمندان و افراد دارای مشکلات تنفسی را در معرض خطر جدی قرار داده و فشار مضاعفی بر سیستم درمانی فرسوده کشور وارد می‌کند. تهران با 8 تا 12 میلیون جمعیت بزرگترین کانون این بحران است. اما اصفهان، اهواز، رشت، همدان و تبریز نیز هر روز این هوای مسموم را تنفس می کنند. 3/4 ایران طبق نقشه‌های شرکت IQAir معمولاً در یک منطقه مشکلدار از نظر کیفیت هوا قرار دارد. دلایل اصلی آلودگی، جغرافیا و سیاست. علل این فاجعه چند لایه و پیچیده است. اول، عوامل جغرافیایی. تهران در محاصره رشته کوه البرز قرار دارد. این کوه‌ها مانند یک دیوار عمل کرده و مانع خروج هوای سنگین و آلوده از شهر می‌شوند. علاوه بر این، ایران به طور فزاینده‌ای دچار خشکسالی و طوفان‌های گرد و غبار می‌شود. دولت دوست دارد انگشت اتهام را به سمت پروژه‌های خارجی مثل سدسازی‌های ترکیه بگیرد، اما حقیقت به مراتب داخلی تر است. دوم، سوخت‌های فسیلی و حمل و نقل. عوامل اصلی آلودگی چیزهایی هستند که با یک سیاست جدی و مستمر می‌توان آنها را کنترل کرد. استفاده از سوخت‌های فسیلی بی‌کیفیت در صنعت، تعداد زیاد خودروهای فرسوده و سنگین، اتوبوس‌ها و کامیون‌ها با سوخت نامناسب و مهمتر از همه ترافیک سرسام‌آور شهرها که در زمانهای توقف حجم خطرناکی از آلودگی را وارد ریه‌های ما می‌کند. یک تحقیق بانک جهانی در سال 1088 نشان داد که 90% از هوای خطرناک تهران ناشی از همین عوامل حمل و نقل و سوخت است و متاسفانه به جز وعده‌های توخالی بهبودی در افق دیده نمی شود. راز بنزین آلوده و خودروهای فرسوده حال که از عوامل جغرافیایی و ترافیک صحبت کردیم، باید به مهمترین و خطرناکترین عامل آلودگی هوا بپردازیم. عاملی که کاملاً در کنترل دولت است: سوخت آلوده و خودروهای فرسوده. اطلاعاتی که به تازگی فاش شده تکان دهنده است.
مرکز داده‌های باز ایران با استناد به یک سند محرمانه وزارت نفت گزارش داده است که جمهوری اسلامی برای جبران کمبود بنزین به طور گسترده و سیستماتیک ترکیبات شیمیایی خطرناکی را به بنزین اضافه کرده است. این ترکیبات تولید شده خارج از چرخه پالایشگاهی هستند. شامل مواد ممنوعی چون MTBA و سایر اکتان افزاهای آروماتیک، موادی که مستقیما هوا را مسموم می کنند. سند وزارت نفت نشان می دهد که از سال 1401 تا 1403 میزان ترکیب این مواد خطرناک با بنزین پالایشگاهی حدود 4 برابر بیشتر شده است. حتی پالایشگاه‌هایی که خود را تولید کننده سوخت استاندارد یورو 4 و یورو 5 می‌دانند به این مواد شیمیایی آلوده هستند. خطر این اقدام چیست؟ رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در سال 1392 با اشاره به افزایش روزانه 22 مورد مرگ و میر در روزهای آلوده اعلام کرده بود: سوخت پتروشیمی غیر استاندارد 35 برابر حد نرمال بنزین در هوا ایجاد می کند. بسیاری از کشورها استفاده از ترکیب MTBA را به دلیل پتانسیل بالای آلوده‌سازی منابع آب زیرزمینی ممنوع کردند، اما این ترکیب در ایران به یکی از اجزای ثابت فرمول نهایی بنزین تبدیل شده است. تنها 38% از بنزین تولیدی کشور استاندارد است. این اتکای فزاینده به افزودنی‌های پرخطر، پیامدهای اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی سنگینی در پی دارد. این یک فاجعه برنامه‌ریزی شده است. فاجعه دوم، بحران زباله و سوزاندن بی‌رویه. علاوه بر هوای آلوده، ایران با یک مشکل محیط زیستی دیگر دست و پنجه نرم می کند که مستقیماً بر سلامتی و آلودگی هوا تأثیر می گذارد. مدیریت پسماند فاجعه بار. تولید زباله سرانه در ایران بالا است، اما مشکل اصلی نحوه دفع آن است. در سال 2016 سازمان توسعه صنعتی ملل متحد اعلام کرد که بیش از 75% از زباله‌های کشور در دفنگاه‌های غیر رسمی تخلیه می‌شوند و اغلب به صورت غیر قابل کنترل سوزانده می‌شوند. این سوزاندن بی‌رویه مستقیماً به آلودگی هوا اضافه می‌کند. در مقایسه نرخ بازیافت در ایران فقط بین 6 تا 20% است، در حالی که این رقم در اتحادیه اروپا نزدیک به 40% و در آلمان نزدیک به 70% است. این نقص در مدیریت پسماند علاوه بر آلودگی ضربه اقتصادی بزرگی نیز هست. رئیس دفع پسماند وزارت محیط زیست تخمین می‌زند که هزینه‌های اضافی ناشی از مدیریت ضعیف سالانه به 1,700,000,000 دلار می‌رسد. این رقم در اقتصاد بیمار ایران بسیار حیاتی است. عواقب اجتماعی و چشمانداز آینده عواقب این مدیریت ضعیف حالا به اعتراضات اجتماعی کشیده شده است. اواخر آوریل هزاران نفر در استان گیلان در شمال ایران علیه بحران زباله تظاهرات کردند. سیستم دفع پسماند تقریباً متوقف شده است و مردم گیلان بیم آن دارند که استانشان به دفنگاه زباله کل کشور تبدیل شود. در شهر سراوان مردم خواستار برچیده شدن یک سایت دفن غیر رسمی شدند که ارتفاع زباله‌هایش به 90 متر رسیده است. آنها میگویند هوا در یک شعاع وسیع مسموم است و بیماری‌ها به شدت افزایش یافتند. آخرین اصلاحات جدی در سطح ملی در این زمینه به بیش از 20 سال قبل باز می‌گردد. همانطور که معترضان در سراوان میگویند تحمل این همه تحقیر دیگر ممکن نیست. برای حل این بحرانها نیاز به ایجاد آگاهی اجتماعی، فرهنگ بازیافت و مهمتر از همه سیاست‌های قاطع و غیر قابل برگشت است.
تا آن زمان میلیون ها نفر در ایران همچنان محکوم به تنفس هوای مسموم هستند. برای دیدن تحلیل‌های استراتژیک‌تر و بروزتر، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار دهید.